بیا تو باید یه کاری کنم که دیگه از کنار مسجد شیخ لطف‌الله همینجوری رد نشی. تا حالا به قسمت بالای مسجد شیخ لطف‌الله دقت کردی؟ منظورم این قسمت مقرنس‌کاریه. اینجا شما تو این فضا چی میبینید؟ به جز یه سری نقش و نگار چیز دیگه هم میبینی؟ بذارین کمکتون کنم. این قسمت یا مثلا این قسمت، حتی حد زدن این که یه بیت شعر روی این مقرنس‌ها نوشته شده باشم کار سختیه، ولی در اوج ناباوری باید بهتون بگم که یه شعر بسیار ارزشمند روی این مقرنس‌ها حک شده که در نگاه اول مشخص نیست. کافیه با دوربین موبایلتون روی دو سمت چپ و راست سقف مقرنس‌کاری شده زوم کنید تا شاهد یکی از زیباترین و بجاترین شعر ادبی شاعر قرن ششم هجری یعنی نجم الدین در مقرنس‌های مسجد شیخ لطف‌الله بشید. اونجا که شاعر میگه شکر تو که پیر دیر و ترسا که شود، یا معتکف مسجد اقصی که شود، تا آخر کار ذاتش بوته عشق خالص که برون آید رسوا که شود. این نگاه کنید، پر طاووس اون بالاش این نقطه یه طاووسه و این آفتاب یه طوری زده که این هم شده پر طاووس. این وسط یه طاووسه و این آفتاب هم اشعه ها شده پرش.